سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم و موضوع بحث ما بر امروز خیلی جالب است. همتان در مورد وظیفه فیلتر گرده شنیدین که کلیه یا گرده در وجود ما وظیفه فیلتریشن داره. خلاصه چگونه گرده از خون ادرار یا مواد زاید فیلتر کرده و به مثانه و از اونجا به بیرون میرانه. خب ببینین، غذا با آب یک جا به جهاز هاضمه میره. بعد از هضم توسط معده و پروسه هضم در امعای کوچک و بزرگ جذب میشه مواد قابل جذب به جریان خون. کدام جریان خون؟ امو مویرگ های کوچکی که بالاخره یک جا شده و مواد جذب شده را میبره به کبد که به نام پورتال سرکولیشن یا جریان پورتال خون یاد میشه. همون جریان است که مواد جذب شده را از جهاز هاضمه جمع کرده و میبره به کبد یا به لیور. درست؟ در لیور یا در کبد یا در جیگر ما مواد نابرده دوباره فیلتر میشه. مواد زایدش توسط کیسه صفرا بالاخره به دوردینم یا اثنایشر انتقال میشه و مواد دیگی که قابلیت انتقال به ضروریات های دیگی وجود است توسط انفیریر وینا کیوا میره به قلب راست یا چنبرهای راست قلب. از اونجا بالاخره توسط جریان خون حرکت میکنه، خود به لنز یا به شش ها جهت تصفیه میرسانه و از شش هم توسط جریان خون میایه به چنبرهای چپ خون left heart که از اینجا توسط تقلص قلب پمپ میشه به تمام بدن. درست؟ خب توسط abdominal aorta یا شارگ کلانه که در شکم ما امتداد داره، abdominal aorta است. وقت خون توسط قلب پمپ میشه بالا به کرینیم، به گردن و جمجمه توسط رگ‌های مخصوص خون انتقال میکنه و پایین به جهاز هاضمه توسط یک رگ کلان خون، شریان کلان به نام ابدامینال اروتا میره به قسمت ها و نواحی مختلف بدن و بالاخره تا به کف پا. از ابدامینال اروتا رگ‌های شریان‌های مخصوص به طرف روده رفته که به طرف کلیه یا گرده رفته که رینال آرتری یا شریان رینال خونه همی خون پمپ شده توسط قلب میرسانه به گرده. درست؟ تقریبا 25% خونی که توسط قلب ما پمپ میشه جهت تصفیه و فیلتر توسط امی مکانیزم خود میرسانه به گرده. خب زمانی که خون به گرده آمد توسط استرکچرهای مخصوص گرده که در حقیقت واحد ساختمانی و وظیفوی گرده است به نام نفران فیلتر میشه و مواد مورد جذبش به وجود و مواد زایدش به مثانه میره. این ساختمان گرده است. قسمت بیرونی گرده کارتکس نام داره، از 3 لایه گرده تشکیل شده. قسمت بیرونی کارتکس و قسمت وسطی میدولا نام داره که شامل پیرامید هاست. ای پیرامید یا ساختمان های مخروط شکل که میبینین در حقیقت اینها از نفران ساخته شده. یک گرده بالغ در حدود 1,000,000 الا 1.3 میلیون نفران داره. یعنی در همزمان در گرده 1.3 میلیون چینل های فیلتر برای خون آماده است و اونا رو همزمان فیلتر میکنه. خب واحد ساختمانی و وظیفوی گرده
نفران نام داره. این استرکچر را که در ساختمان در این شکل میبینین، این ساختمان پیچ پیچ، این شکل یک نفران است. این قسم 1,000,000 یا هم 1.3 میلیون با هم یک جا میشه و ساختمان به نام گرده را بر ما و شما میسازه. خب مکانیزم خیلی عجیبه در فیلتر گرده به کار برده شده. خب نفران چندین قسمت داره. این قسمتش به نام بومنز کپسول یاد میکنه، بومنز کپسول که بعدا رویش مفصلا گپ میزنیم. و این قسمتش به نام پراکسیمال کانولوتد تیوبولز، پراکسیمال کانولوتد. و این ناحیه نفرانه به نام لوپ آف هنلی یاد میکنه که بعدا روی وظایفش گپ میزنیم که لوپ آف هنلی چی وظیفه در فیلتر مایات داره. و این قسمتش هم به نام دیستال کانولوتد تیوبولز یاد میکنه که وظیفه خیلی مهم در برقراری اسید بیس بالانس یا تعادل بین تیزابیت و خلوی بودن وجود. و این هم کلکتینگ دکت. کلکتینگ دکت جایی است که بالاخره مواد زاید و امو مایاتی که دیگه در وجود باید نباشه، تاکسین ها، مواد زهری و موادی که در ختم متابولیسم به وجود میاد، اینا همشان به شکل ادرار تجمع کرده در کلکتینگ دکت و از اینجا هم خود میرسانه به قسمت داخلی گرده که یا آخرین قسمت از طرف بیرون که به نام رینال پلویس یاد میشه. رینال پلویس. از رینال پلویس توسط یوریتر یا حالب یا توسط از این پایپ ادرار میره به مثانه و از مثانه هم بالاخره به محیط بیرونی خارج میشه. در این پروسه یک سلسله زیرکی های وجود داره که تنها و تنها مواد اضافی بیرون میره، مواد قابل ضرورت یا مواد مورد ضرورت وجود ما دوباره توسط نفران جذب میشه. روی همین ساختمان کم مفصلا گپ میزنیم. ببینین یک رگ خون به هر نفران آمده. این رینال آرتری وقت داخل گرده میایه به شاخک های خیلی کوچک و مایکروسکوپیک بالاخره در انتها تبدیل میشه که روی هر نفران پوشانیده. افرنت آرتریولز یا همون مویرگ های کوچک که خون پمپ شده را از قلب میاره به نفران. در این ساحه خون توسط فشار داخل نفران میره. چگونه؟ ببینین این بومنز کپسول است. این هم رگی که خون میاره و این هم رگی که خون دوباره میبره از گرده جهت تصفیه به قلب و بشاش. اینجا اناستوموسیس یا این مویرگ ها با هم یک جا شده و از اینجا توسط فشار مواد به داخل نفران میاره. وقت مواد به توسط فشار به داخل نفران آورده شد، نفران هم توسط مکانیزم مخصوصی که چند لحظه بعد روش گپ میزنیم اینا را به داخل میاره، مواد زایدش به نام ادرار بیرون میرانه و مواد مفیدش از این طریق دوباره جذب میکنه. خب این ساختمان اگر اینجا مفصلا واضح بسازیم، فرضاً این یک رگ خون است. در هر رگ خون از حجرات مخصوص ساخته شده یا پوشانیده شده به نام اندوتیلیال سلز یا حجرات اندوتیلیم. در خصوص بومنز کپسول یا امی ناحیه که روش گپ میزنیم، حجرات اندوتیلیم در بین خود فاصله داره. این فاصله ها یا اندوتیلیال سپیس یا فاصله بین حجرات اندوتیلیم است. این بخش خون است. فرضاً این طرف خون و جریان خون است و به این طرف ما نفران. ببخشید. بین نفران
و جریان خون، یک پرده خیلی ظریف و کوچک و نازک با وظیفه خیلی عالی موجود است. این پرده را به نام بیسمنت ممبرین یاد میکنه. بیسمنت ممبرین. خب وظیفه خیلی مهم داره بیسمنت ممبرین. در اکثر اوقات صدمه به امی پرده کوچک سبب بروز امراض گوناگون در سیستم های مختلف بدن به شمول گرده می گردد. خب وظیفه از این پرده چی است؟ تنها مواد دیگه که در خون است مثل سودیم، پوتاسیم، گلوکوز، بعضی از ویتامینز، پروتین ها، منرال ها مثلا سودیم، پوتاسیم، کلسیم، آیوداید، همه از اینا با خون یک جا در رگ خون موجود است. توسط همین فاصله های کوچکی که در بین حجرات اندوتلیوم موجود است، اینها میتونه از این فاصله ها عبور کنه به داخل نفران، ولی هرگز حجرات خون اجازه نداره که از این پرده بیرون بره. مثلا کرویات سرخ خون RBC، کرویات سفید خون WBC، صفحات دمویه یا پلتلتس، یکی از اینا اجازه نداره که از این پرده کوچک عبور کنه و به داخل نفران بیه. درست؟ امی است که ادرار به شکل مایات غیر خونی به بیرون میایه و هیچ اجزای خون در اونا دیده نمیشه. اصلا این فیلتر اجازه نمیده. بیسمنت ممبرین. خب این مواد زمانی که به داخل نفران میایه، نفران اگر تحت میکروسکوپ ببینیم این نوع یک ساختمان داره. بومنز کپسول، این حجرات با هم یک جا شده و بین حجراتی که در نفران موجود است ایره پودوسایتس میگن، یا حجراتی که ساختمان بومنز کپسول یا قسمت قدامی نفران ساخته. بین پودوسایت ها هم فاصله موجود است، انتر سلولر سپیس یا فاصله بین دو حجره. از این فاصله ها مواد چون سودیم، پوتاسیم، منرال های خیلی مهم برای برقراری و تعادل وظایف مختلف وجود، آیوداید، کلوراید، کلسیم، مرکبات خیلی مفید، اما قسم پروتین ها خصوصا البومین، گلوکوز یا کربوهیدرات، اینا میایه به داخل نفران. درست؟ و از بومنز کپسول هم بالاخره حرکت میکنه و از یاد مانه که بیشترین مقداری که در این فیلتریت موجود است آب است. درست؟ اکثر اوقات شما متوجه شده باشین که اگر ضرورت به آب باشه و ما آب ننوشیم، این نفران اجازه نمیده که آب از وجود بیرون شود. اگر آب زیادتر بنوشیم و دیگه نیاز نباشه که در وجود باقی بمانه، همین آب نفران از وجود میکشه. پس تعادل آب در وجود جز وظایف گرده است. خب زمانی که این مواد میایه به داخل نفران، اینجاست که تقاضای وجود سیستم دفاعی مطالعه میکنه. اگر نیاز بود که البومین و گلوکوز و این و آن که قبلا روش گپ زدیم دوباره جذب شوه و بره به جاهایی که ضرورت است، اینجا در نفران در نواحی مختلف چینل های مخصوص برای جذب هر کدامش موجود است، مثل سودیم چینل. سودیم توسط از این چینل ها بالاخره بیرون میایه. وقتی بیرون از نفران میایه، عین معضله که در اینجاست در این طرف هم موجود است. ببینین شما در این شکل مویرگ های کوچک موجود است. اینا رگ های کوچک است، آرتریولز و وینولز، مویرگ های کوچک که
جذب دوباره را مساعد می سازه و از نفران مواد به داخل امی رگهای خون توسط امو اینترسلولر سپیسی که موجود است را میابه به داخل جریان خون. بیشتر مواد که دوباره جذب میشه داخل وینیول میشه. وینیول یا امی موی رگهای آبی و حرکت میکنه دوباره به طرف وریدهای بزرگتر و از اونجا به بالاخره خود میرسانه به قلب، هارت. درست؟ توسط اینفیریر وینا کیوا به قلب و از اونجا به شش و از شش بالاخره دوباره به قلب و از قلب هم دوباره پمپ میشه به تمام وجود. مثلا اگر سودیم یا گلوکوز یا پوتاسیم یا کلسیم کار بود، دوباره توسط قسمت های مختلف نفران جذب داخل جریان خون شد، از اونجا به قلب و از قلب به نواحی مختلف بدن آمد. این پروسه در 24 ساعت زندگی برای یک لحظه هم توقف نمیکنه و توسط میلیون ها نفران که قبلا روش گپ زدیم پروسه جریان داره. در نفران ساحه‌ای که کپسول نام داره، درست؟ بومنز کپسول ایمو رگهای خون است که خون میاره و رگ خون که خون میبره از گرده و در اینجا هم انستوموسیس کرده. بومن کپسول جمع گلومرول است. هر دو را به نام رینال کارپاسل یاد میکنه. رینال کارپاسل. در حقیقت رینال کارپاسل حیاتی ترین نقطه نفران است که هم تبادله خون و مایات در اینجا صورت میگیره، هم تبادله مواد موجود در خون که بالاخره بره به اجزای دیگه نفران. قسمت داخلی این قسمت به نام گلومرولس یاد میکنه. گلومرولس. فشار بلند، شکر و سرطان های مختلف گرده و سرطان های مختلف وجود این بخش نفران تحت اثرات بد خود قرار میده و بیشتر هم امراض گرده از صدمه به گلومرولس به وجود میاد که شکر و فشار در صدر لثه است. خب اینا حجرات پودوسایت است که قبلا روش گپ زدیم. در بومنز کپسول موجود است. بومنز کپسول جمع گلومرولس به نام رینال کارپاسل یاد میشه. خب اینا اجزای اناتومیک نفران است. در اولین قسمت یا پراکسیمال کانولوتد توبیولز چی جذب میشه و بیشتر کدام نوع مواد وجود دوباره از این ناحیه به طرف داخل خود میبره؟ گرده البته. در پراکسیمال کانولوتد توبیول بیشتر ری ابزورپشن یا جذب دوباره سودیم، جذب دوباره پوتاسیم، خیلی کم پوتاسیم البته ولی تقریبا فیصدی در نیست حساب است. بیشتر گلوکوز و از همه بیشتر آب دوباره جذب میشه. این از طریق جریان خون به داخل، از طریق از جریان خون آمد به داخل بومنز کپسول، از اینجا آمد به داخل نفران. سودیم، گلوکوز و آبش دوباره جذب جریان خون و از اونجا بالاخره خود میرسانه به قلب و از قلب هم پمپ میشه به تمام وجود. حجراتی که نیاز به آب و گلوکوز و سودیم داره از اینجا نیازمندی خود مرفوع میکنه. بخش دیگه نفران که لوپ آف هنلی نام داره بیشتر مواد جذب شده شامل آب است. مواد را که یعنی مایعی که توسط این ناحیه نفران جذب میشه عبارت از آب است. مقدار کم سودیم هم جذب دوباره میشه از این ناحیه. در دیستال کانولوتد توبیولز یا این ناحیه نفران در DCT دیستال کانولوتد توبیول هم مقدار سودیم جذب میشه ولی از همه مهم
در پهلوی سودیم وظیفه مهمی که داره بیلنس یا تعادل تیزاب و خلویت وجود برقرار میکنه. بالانس of acid and base. بیشتر زمانی که این بخش نفران صدمه ببینه اسیدیمیا به وجود میاد، در تیزاب در جریان خون بیشتر میشه. اما قسم کربونیت یا مواد زاید دیگه که نباید در خون بیشتر بمانه، از این طریق در عدم تعادل مایعات اسید بیس بالانس در جریان خون زیادتر میشه. به هر حال هر نقطه از نفران مخصوص جذب مایعات مختلف و مواد مختلف است. سنگ گرده میتونه نفرولیتایسیس توسط صدمه رسیدن به گلومرولر فیلتریشن یا به گلومرولس به وجود بیاید. خب زمانی که گلومرولس یا این بخشی که مایعات و مواد موجود در خون تبادله میشه صدمه ببینه، مرکبات با سایز بیشتر اگزلیت جمع کلسیم داخل نفران شده، از اونجا دوباره جذب نمیشه، با هم یک جا شده و کلسیم اگزلیت سنگ گرده را میسازه. کلسیم اگزلیت تقریبا در بیشتر از 70% مریضایی که سنگ گرده داره در ترکیب خود سنگایشان در ترکیب خود کلسیم اگزلیت داره. مقدار خیلی کمش از یوریک اسید و سیستین هم جور میشه، یعنی تأسس سنگ ها بیشتری فرموله داره. ای بود ساختمان نفران. به سلسله لکچرهای نفرولوژی روی امراض دیگه گرده هم گپ میزنیم. ممنون.